دروازه های مکاتب و مدارس باز بکنید، علت سنجی بکنید. اگر مشکل در نصاب اصلاح بکنید، اگر مشکل در راه اصلاح بکنید. اویی که به دختر مکتبی مزاحمت میکنه 2 برابر جرم او کسی است که به یک زن عادی مزاحمت میکنه. سیاستا اینو حکم صادر بکنید. اویی که در دختر در بین راه مکتب، او معلمی که یا شاگردی که در بین راه مکتب مزاحمت ایجاد میکند، در چهارراهی به ملأ عام به دار آویزان شه. این قانونه، این قانون سیاسی یک نظام اسلامی. نصاب مشکل داره، نصاب اصلاح بشه. راه مشکل داره، راه مشکل اصلاح بشه. پول نیست، تاجر مسلمان باید در جریان گذاشته بشه که اینقدر مکتب که ما داریم، اینقدر پول ما لازم داریم. یک نظام نوپای، فقیریم، در حال تحریمیم، از هر طرف دشمن تهاجم آورده، پول نداریم، معاش برای معلمین نداریم، معاش برای اساتید نداریم. در راه الله جهاد بکنید با مال و با جان. صاحب هدایه ابوبکر المرغینانی رحمه الله میفرماید، میگوید بر طبیب مسلمان واجب است، در بخش کراهیت واجب است که زنی را علم طب یاد بدهد، چون نظر کردن زن به طرف زن دیگر بهتر از این است که مرد به طرف یک زن نگاه بکنه. زن زایمان بکنه بهتره، نه اینکه مرد بیاد زن زایمان بکنه. زن سونوگرافی کند، نه اینکه مرد زن سونوگرافی کند. و امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیح بخاری میفرماید باب قذف النساء، جهاد کردن زنها. عایشه صدیقه میگوید در میدان جهاد بودیم، ما 2 کار میکردیم. 1 زخمی ها را تداوی میکردیم، 2 شهدا را انتقال میدادیم داخل مدینه. در اون زمان زخم به وسیله شمشیر بود، حالا زخم به وسیله باروته. در اون زمان انتقال به وسیله چارپا بود، حالا انتقال به وسیله ماشین و طیاره. در شرایط اسلامی، طبق شرایط اسلامی کوشش بکنیم دروازه ها را باز بکنیم تا دخترها مشغول بشه، زنها مشغول تعلیم بشه. دختری که روزانه 6 ساعت تعلیم داره، فرصت برای گوشی نداره و بهانه نداره که پدر گوشی بگیره، وایفا نصب بکنه، خود پدر بره سر کار، این وایفا بده به دست این دختر جوان. بهانه وجود نداره.